هستم. توی این ویدیو میخوام 10 تا از مفیدترین زبون‌های دنیا تو سال 2017 رو بهتون معرفی کنم. اولین زبون ماندارین چینیه که حدود 955 میلیون نفر یعنی 15% مردم جهان به این زبون صحبت میکنن. ماندارین چینی یکی از سخت‌ترین زبون‌های دنیا برای یادگیریه. دومین زبان مفید عربیه که حدود 300 میلیون نفر از 23 کشور مختلف به این زبان صحبت میکنن. سومین زبان مفید اسپانیاییه که حدود 405 میلیون نفر به این زبان صحبت میکنن و یادگیریش هم نسبتاً آسونه. چهارمین زبان مفید آلمانیه. تعداد افرادی که آلمانی حرف میزنن بین 90 تا 110 میلیون نفره. یادگیری زبان آلمانی نسبتاً آسونه. پنجمین زبان مفید پرتغالیه. حدود 215 میلیون نفر در دنیا به این زبان صحبت میکنن. یادگیری زبان پرتغالی بسیار آسونه. ششمین زبان مفید روسیه. حدود 260 میلیون نفر در دنیا میتونن به این زبان صحبت کنن و میزان دشواری یادگیریش معمولیه. هفتمین زبان مفید فرانسویه. حدوداً 75 میلیون نفر در دنیا فرانسوی صحبت میکنن. یادگیری زبان فرانسه بسیار آسونه. هشتمین زبان مفید ژاپنیه. حدود 125 میلیون نفر در دنیا ژاپنی صحبت میکنن. یادگیری زبان ژاپنی بسیار سخته. نهمین زبان مفید برای یادگیری هندیه. حدوداً 260 میلیون نفر در دنیا به این زبان صحبت میکنن و میزان دشواریش برای یادگیری معمولیه. و اما دهمین زبان مفید برای یادگیری انگلیسی با 380 میلیون گوینده در دنیا در جایگاه دهم قرار گرفت. این زبان مادری مردم کشورهای انگلستان، آمریکا، کانادا، استرالیا، نیوزلند و بسیاری از کشورهای دیگه است. اگر از این ویدیو خوشتون اومد لطفاً لایک کنید و کانال ما هم سابسکرایب کنید که ویدیوها زود به دستتون برسه. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.